درود میگویم با شما بینندگان عزیز شبکه سفینه. این برنامه نوبتی خونی تاجیکستان است و ما امروز قرار داریم در خانه اپای گوهر. بار دیگه سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید. سلامت باشند. بصبرانه من انتظارم بینندگان عزیز شبکه سفینه، خاصتا دوستداران و شوقمندان برنامه خونی تاجیکستان انتظارند که امروز اپای عزیز ما اپای گوهر چی آماده میکنند. مرحمت. ما امروز میخواهم که آش توکی رو پیشنهاد بینندگان کنیم. پیش از همه برای آماده نمودن آش ما پیاز رو آماده میکنیم. خیلی خوب دوستان عزیز، هیچ باکی نیست، زود گذشتند اپای گوهر از شروع کردند میده کردن پیاز. هیچ باکی نیست. من دوامش رو میگویم چی است. امروز اپای گوهر برنامه شما اید اومدید. اپای گوهر آش توکی آماده میکنند که بسیار لذت خاصه دارد، بسیار با لذت است و برای این آش چی لازم است؟ البته اون مسئولیتی که در آغاز برنامه شما دیدید بینندگان عزیز و بار دیگر من میگویم که چی است. خب سبزی معمولا در آش پلو چی استفاده میبرند؟ سبزی، گوشت، روغن، خب زیره، خوکاهای خوشبو کننده گفتیم، نمک، پیاز، گوشت و خاصتا تفاوتی دیگر آش پلو از آش توکی در آن است که با توکی انگور آماده میکنند و همون گوشت‌هایی رو که میده ریزه میکنند گوشت رو و در درون خب توک میپیچونند با ریشه محکم میکنند در است و در دوام برنامه شما خواهید دید که چگونه است. البته اپای گوهر شروع کردن خب بکار و وقتی که میگویند که کدبانو بکار که شروع کرد بهترش با او خلل باید نرسون، ولی تا قدر امکان من با اپای عزیزم اپای گوهر هم صحبت میشم و میبینم که بسیار فعال است و خصوصا میشم که چگونه خوراک رو آماده میکنن در منطقه شهر نم. اپای گوهر من میبینم که شما یک ریزه یا خود میده کردن خاص، یعنی که به طور خودتون میده میکنید پیاز رو و این آسان تر است فکر میکنم. من برای ما آسان تر است. خیلی خوب. گفتم که این حال موسم همین سبزیش توکی انگور است و مثلا اگر من خواستم و اشتیاق پیدا کردم که در فصل زمستان آش توکی رو استعمال نمایم، چگونه دسترس کردن ممکن است؟ ما بیشتر آش توکی رو در بهار میچینیم، آن رو در ظرف‌های شگین با دهان آهنین محکم میکنیم. در فصل زمستان که وقتی که خواستیم آن رو گرفته آش میکنیم و پیشنهاد مهمانان میگذاریم. برای مهمانان، برای نزدیکان، برای اهل عائله، برای فرزندان آماده میکنن. البته. خیلی خوب. خب لذت خاص دارد گفتیم آش توکی و بسیار خوش‌طعم است، خوشخور است و از همین لحاظ امروز میخوان آماده کنن. برای کدبانو الکی پیاز شما با خودتون دیدید. باز چیکار میکنن؟ از سبزی رو تا یک اندازه دوستان عزیز الکی آماده هست سبزی و باز کمک الهام میکنند اپای گوهر سبزی رو ریزه میکنند و گفتیم که برای جوان دخترانی که چون ما میدونیم که سالهای 2019 21 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی از جانب پیشوای ملت اعلام شده است و محض همین سال امکانات فراخ است برای جوان دختران که بیشتر آموزند هنرهای ملی، هنرهای مردمی را پخت و پز کردن رو. همین طور است. چی گفتنی هستی شما؟ من گفتنی هستم که پیش از آنی که مادران فرزند خود را به شوهر میدهند باید آنها آماده باشند برای زندگی کردن، برای پیش بردن زندگی، برای تیار نمودن تمام خوراک ها، خورش ها که آنها در آینده به دشواری ها دچار نشوند. خیلی خوب. خب گفتیم که در منطقه شما بیشتر آش توکی رو معمولا استفاده میبرند، بسیار معمول هستند و باز کدام خوراک است که بینندگان عزیز دانند که کدام خوراک مثلا بیشتر آماده میکنن؟ کدام خوراک رو؟ باز بیشتر ما خوراکای خانم با گوشت و قیمه گوشت خانومه میگویند. با قیمه گوشت و خمیر آماده میکنیم. غیر از آن با آش بریده میگوییم که بیشتر در بهار آن را استفاده میبریم. با تمامی کبوتی هایی که در بهار پیدا میشوند میرویند آن را حتما استفاده میبریم که برای سلامتی انسان چقدر فایده آور است. دوستان عزیز، آن نفرانی که تازه با شبکه سفینه پیوستن بار دیگر میگویم که شما برنامه خونی تاجیکستان رو تماشا دارید. مهمان هستیم در خانه اپای عزیز و مهربانم اپای گوهر و امروز آش توکی رو آماده میکنند که بسیار لذت خاص دارد و شما میبینید که من با اپای گوهر هستم، ولی ما باز در اینجا حرفمون تنها نیستیم زیرا
بسیار به ما خلل میرساند. خب مگس‌ها و در فصل گرما به شبهه این مگس‌ها زیاده؟ بله زیاد هستند. من کوشش میکنم که خب خلل نرسونند به ما. الکی بینید که در یک مدت کوتاه پیاز رو میده کردن در پای گوهر، بعدا سبزی رو میده کرده ایستادن، بعد از بسیار یک وقتی کوتاه با اتمام میرسونند سبزی رو. خیلی عالی. من باوری کامل دارم که امروز یک خوراک بسیار بلذت می‌باشد. طبع دل است و شما نیز بیننده‌های عزیز کوشش میکنید. بله شما نیز امکانیت دارید که از همین آش توکی آماده کنید در خانه‌تان و بعداً چشید و بینید که اثبات می‌شود که چگونه لذت دارد آش توکی. خیلی خوب. خب گفتیم که طرزی همین گوشت‌ها رو میده ریزه میکنید و برید همون میپیچونید. آماده میکنیم. الکی شروع میکنید؟ الکی شروع میکنیم. خیلی خوب. گوشت تیار چی است. لازم است؟ برای یک رشته و سوزن بیشتر ما سوزن رشته سفید رو میگیریم که با کدام خاطر؟ به خاطر که رنگ آن نبراید. فقط با در خودروست؟ بله. خیلی خوب. این نیز این یک سری خودرو درست زیرو اگر رنگش بر اومد کمک چی میشود؟ خب رنگ آش دیگرگونه میشود. برای همون پیش از آن که ما توک رو در توک گوشت رو پیچونیم، پیش از آن توک رو در آب جوش زده میگیریم برای اون که نکفد همون توک. وقتی که اگر آب جوش به نزنیم و حتما کفیده گوشت در دامنش نمیسته. یعنی باز یک نوزوکی دیگر را پای گوهر نشان دادن که شاید اکثریت دونن کدانوی ما مثلا زن توجیک از قدیم الایام خب هنرمند بود، هست، خواهد موند، ولی باز هست زنهایی که نمیدونن، معلومات اونقدر ندارد درباره این نوعی آش و بیشتر در همین منطقه نیز معمول و مشهور است آش توکی. همین طور است؟ البته. خب باز کدام نوعی آش در اینجا بیشتر آماده میکنن؟ آش‌های با بربریز تیار میکنیم، با نخود تیار میکنیم، آش یک به یک با گوشت تیار میکنیم که اون به نهایت با مزه است. به نهایت با لذت است. خیلی خوب. انا من خوراک پختن رو مثلا من چون که چند ثانیه پیش بیننده عزیز گفتم که زن توجیک قریب 99% میتواند خوراک پخته، ولی اقرار باید شد که جوان دخترانی وزیره کمک تنبل شدند. از اون لحاظ که مثلا خوراک‌های تیزتیار بسیار هستند و زود اکک میخواهند که آماده کنند و تمام. لیکن خوراک‌های ملی رو باری دیگر میگویم چون که در برنامه‌های پیشتر ذکر کرده بودم بیننده‌های عزیز آماده کردنش کمک مشکلی دارد ولی لذتش بسیار بالا است. خب برای پرتقال بودن همین جوان دختران چی توصیه میدید همچون یک مادر؟ پیش از اونی که دخترها رو به شوهر دهیم اونها رو پیش از همه به پرتقالی باید ما دعوت کنیم مادران که در آینده اونها پیشپا نخورند، برای زندگی همیشه تیار باشند. هست مثل دخترایی که بیشتر جداشوی اویله ها رو من خودم کار میکنم میبینم در از اویله چطوری که اونها تربیت میگیرن. پدر و مادر اونها وقتی که شوهر کمتر دوغ زد یا که یک سخنی ناجا گفت حتما باید قهر میکنن. باید ما همین آماده نماییم که فرزند رو به همین چیز اونها پرتقال باشند. خیلی خوب. یعنی یک سبب اساسی همین است و سبب دیگرش من فکر میکنم شما خوب آماده نبودن، آماده نیستند و بیشتر وقتی که کمک در همه اویله هست، در همه اویله نافهمی هست، فقط درست. خب سبب یا راهی اساسیش این گذشت کردن است، خب باز رسو کردن است، یکدیگر فهمی است. وقتی که مثلا یکدیگر رو نمیفهمند، شوهر وقتی که کمک سیاست کرد دختر با والدین مراجعت میکند، والدین به جای اونی که گویند که توقت کن، بله توقت کن، مثلا این شوهر تو است باید توقت کنی، به جای این چیکار میکنند؟ میآیند خب باز پشتیبانی میکنند از فرزند خود به اساس جنگ جدال میکنند. بله فرزند سبب ها همین است دوستان عزیز و هدف نیز همین است که با واسطه برنامه خونی تاجیکستان ما با شما بیننده عزیز جوان دخترانی خب بسیار هم زیبا آموزید، خوراک‌های ملی رو آماده کنید. وقتی که شما خوراک با لذت من کفالت میدیم و شما آماده کردید، وقتی که شما آدابی بلند دارید حتما که خب نزدیکان شما خب شوهر شما
هیچ گاه شما رو معلومات نمیکنه. زیرا میگن که خب دلی مرد با واسطه چی است؟ معده‌اش است میگن. خوراکای بامزه. بله، وقتی خوراک بولذت است مرد هیچ گاه خب عصبی نمیشه. تحقیر نمیکند، عصبی نمیشود. تو در که صحبت کردیم در یک مدت کوتاه الکی خیلی خوب با سرعت بلند پای گوهر میپیچونند توک رو و چگونه باید باشد؟ توکایی که کلون است، برگای کلون باید خوبتر است که خردتر باشد؟ خردتر باشد برای که اون خورده حاجی چی گویم ملایمتر است نسبت به و برای همین پیچوندنش هم نست یکم خیلی وای نمیشد، مونیا نمیشد، سخت‌تر نمیشد، برای همون خردتر باشد بهتر. بیننده عزیز بینید که در یک لحظه کوتاهک در بالای میز ما الکی نخود چی شد؟ پیدا شد و برنج نیز آماده شد. بله نشان دادیم. اکنون تمام کردند. بینید که چگونه است، بسیار زیبا و همین توک در درونش گوشت میده کرده شده وارد دیگ خواهند شد بعد از چند لحظه؟ پس از 10 لحظه. 10 لحظه یعنی 10 مینوت. 10 دقیقه. خیلی خوب. با احساسات داده میشن در عزیزم اپای گوهر برو هیچ بوکی نیست. خب هر یک شخص خطا میکند، یگان مشکلی ندارد. دوستان عزیز الکی به آخر رسید. الکی قسمت اولی برنامه ما اجرا شد، به آخر رسید. چیکار کردن تا این دم اپای گوهر؟ خب سبزی رو ریزه کردن، پیاز رو ریزه کردن، خب پیچوندن به طور مخصوص و بسیار ماهرانه توک رو در درونش گوشت و از رشته گذراندن و بهتر است که با رشته سفید این رو اجرا کنید، خیلی خوب میشه زیرا دیگر رشته ها رنگش در آش میبروید. خب تمام شد. بعد از یک وقفه کوتاه ما برمیگردیم و شروع میکنیم خب کار رو در دیگ و آماده شد قسمت دومی برنامه ما در دیگ. ما رو همراه باشید. این برنامه خون تاجیکستان است از شبکه سفینه. بعد از چند لحظه برمیگردیم. دوستان ما آماده میکنیم انیترش اپای عزیزم اپای گوهربان آماده میکنند آشی توکی. دوستان عزیز اکنون قسمت دومی برنامه رو شروع میکنیم و گفتیم که قسمت دوم در نزد دیگ چیکار میکنند؟ جریان میگیرد. اکنون چیکار میکنیم؟ آتش درگیراندیم، روغن رو میاندازیم. روغن رو میاندازیم. تقریبا بعد از 5-6 دقیقه تست گرفتنی دیگ همینطور است. مرحمت. روغن رو میاندازند اپای عزیزم و چی محصولاتی که لازم شد به من میگوید، من با شما کمک میرسونم. اکنون روغن رو انداختیم. فرق ندارد چگونه روغن است؟ فرق ندارد. روغن پخته. اکنون بعد از 5-6 دقیقه گرم شدن دیگ روغن رو میاندازند الکی انداختن اپای گوهر و تقریبا 3-4 دقیقه باید که تصفیه. بله. بعد از آن کدام محصولات رو میاندازیم؟ گوشت رو. بعد از آن حتما که پیاز رو بعد گوشت رو. اول گوشت رو بعد پیاز رو. بعداً پیاز رو. خیلی خوب. گفتم که توندم که 3-4 دقیقه میتصفد. خب هست مثلا دیگر نمودهای خوراکایی که بسیار در اینجا گفتیم که شما گفتید خانوما مثلا خوراکای در فصل تابستون در فصل گرما مدام میکنیم. باز کدوم خوراکو است؟ شکر رو میکنیم، کورتوب میکنیم بیشتر. خوراک‌های ملی. آش بریده حتما آش بریده بسیار تا بهار بله با گیاهای با پودینه، ریحان تمام نمود همین سبزیجات هایی که میرویند. خیلی خوب. مستوبه خیلی عالی. خیلی خوب. من فکر میکنم که الکی تسبیده ایستاده است روغن و دوستان عزیز بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و من خلل نمیرسانم با اپای گوهر زیرا اکنون خب چی میگویند راهبر همین نزد دیگ همین نفر هستند. بعد از چند ثانیه برمیگردیم. ما رو همراه باشید.
акнун ки равған таспид мо гӯштро вориди дег мекунем. аввал камтарак намак мепошем. акнун ки гӯшт сурух шуд мо пиёзро вориди дег мекунем. агар сири реза кардани пиёзро гӯед, ман аз синфи ҳафтумӣ омӯхтагӣ ҳастам. ҳангоме ки якта муаллимаи таълим меҳнат омаданд ба мо тарзи реза кардани пиёзро омӯхтанд. мо байни духтаро мусобиқа мекардем, ҳама вақт ман як ҷои якумро мегирифтам аз ҷиҳати реза кардани пиёз. واقعا هم بیننده عزیز ما دیدیم که اپای گوهر چگونه یک اسلوب خاصی طرز ریزه کردن پیاز رو خب با ما نشون داد. بسیار با مهارت و در یک مدت کوتاه توانست که پیازهای لازمه رو پورا ریزه کند و بسیار هم با مهارتی بلند. اکنون که پیاز آماده شد ما میتوانیم سبزی رو وارد دیگ نماییم. агар хоҳем ки ошамон сурх шавад, пиёзро бисёртар тафт метиҳем. агар хоҳем ки ошамон камтар сафеднамо шавад, камтар тафт метиҳем. акнун зирбаки ош омода шуд, мо метавонем обро андозем. мо 3 коса бринҷ гирифтем, 3 коса об меандозем. пас аз об ҳатман нахудро як бор мешӯем. акнун мо баъдан он чизе ки аз қимаи гӯшту барги ток омода намудем дар дохилаш меандозем. оши токи, оши токи. акнун хокҳои хушбӯйкунандаро мегирем, илова мекунем.
اکنون آن محصولات هایی که لازم بود برای آش ما همه آن را وارد دیگ نمودیم. اکنون نوبت برنج آمده است که ما آن را اندازیم. میتونم بسم الله. وقتی که جوش شد معلوم میشد که آبش کم است یا زیاد. بیننده‌های عزیز، زینه آخرین و زینه حل کننده است. اکنون لحظه فرا رسیده است که توکو رو وارد دیگ کنند. مراتبه دوم و چیکار میکنیم؟ دم میاندازیم و بسیار لحظه حساس است. برهم در پای گوهربانو دوستان عزیز، واقعا هم حولی رو یک بوی بسیار هم لذیذ فرا گرفته است و من باوری کامل دارم که آشی توکی بسیار بولذت اومده است. البته من باوری دارم زیرا بویش بسیار لذیذ است. خب توک رو وارد دیگ کردیم. خب مرتبه دویم گفتیم با مسلوطان انداختیم، بعدا گرفتیم و پیش از دم انداختن دم میاندازیم. من به شما کمک میرسونم. خب دوستان باور کنید میگن تو در بعضی جاها میگن که آشی دیگی باز آشی علاوی مزه و لذتش دیگر است. واقعا هم طرف بسیار بوی لذیذ است. من بی صبرانه انتظارم دوستان عزیز، حتما از مزه و لذتش به شما میگویم که چگونه لذت دارد آشی که امروز آماده کرده ایستاده است. اپای گوهر آشی توکی همتر آب رو چرسته میکنیم، دم میپرتیم. خیلی خوب. اکنون لحظه های حساس 3 2 1 آشی توکی رو دم انداختن پای گوهر و بعد از چند دقیقه اکنون تخمینا پس از 10 دقیقه تیار میشه. 10 دقیقه دوستان عزیز، 10 دقیقه و بعد از یک وقفه خیلی کوتاه ما خب باز برمیگردیم. ما رو همراه باشید و آش رو با لالی میبردارن و میچشیم و میگوییم که چگونه لذت دارد آشی که امروز آماده کردن اپای بسیار عزیز و مهربانم اپای گوهربانو. ما رو همراه باشید، بعد از چند لحظه برمیگردیم. زودک دوستان عزیز، بالاخره آشی توکی آماده شد و فرصت آن رسیده است که اپای گوهربانو با لگن بردارن. همینطور است مرحمت. اکنون دیگر وقت رو زیاد نمیگیریم. رنگ و نمای بسیار هم زیبا و دلچسب. مرحمت. اکنون واقعا هم آشی بسیار هم شاهانه آمده است. برداریم.
ош ро бинеду лаззат бибаред дӯстони азиз. агар шумо мехоҳед ки сири оши япаи гавҳарбонуро фаҳмед, марҳамат омада дар наздаш шогирд истед. зеро акун ошро фақат шумо خیلی عالی خیلی عالی و نمون تاب گفتیم میبریم بله نمیبریم بعدا خب کفایه است نه این گوشت ها آرو دهنده بگیم ما خواهند بود. تمام دوستان عزیز، من از اپای عزیزم خواهش میکنم اپای گوهربانو انا آماده شد، آبی دهانی من میرود و بعد از یک چند ثانیه برمیگردیم و در سر دسترخوان با همراهی اپای عزیزم میچشیم این آش رو، آش توکی از جانب اپای گوهر. بعد از چند لحظه برمیگردیم. اکنون دوستان عزیز با مادر مهربان اپای گوهربانو نشستیم و شما نیز بی‌صبرانه انتظارید. من میدونم که خب تستر ما چشیم و مزه و لذتش رو بگیم. مرحمت با اشتیا باشید. رحمت گیرید گیری. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون میچشیم. در همین جا نیز خلال میرسونند. باور کنید بیننده‌های عزیز، انمو توکه که گفتیم یک لذت غیر عادی، یک لذت یک ترشی سبکک پیدا کرده است که بسیار خوشخور میکند آش رو. اشتها آورم. من نمیتونم کدام سخن‌ها رو گویم که این با لذت، این چی میگن با مزگی رو افشا سازد. واقعا هم میگن که با درجه عالی همین آش توکی اپای گوهربانو با درجه عالی آمده است. من باوری کامل دارم که هر یکی شما آماده میکنید در خونه‌تون، برای اهل و عائله، برای میمونان، برای نزدیکان این آش را آماده میکنید و استعمال میکنید، لذت میبرند، دست شما درد را نبیند مادر عزیز. و من باوری کامل دارم که با مثل شما بیننده عزیز نیست برای رشد هنرهای مردمی، خاصتا خوراک‌های ملی تاجیکی که آش پلو این شاه خوراک‌های تاجیکی است، سهم خود را میگذارند. من یک جهان سپاس میگویم، یک تاجیکستان سپاس برای شما برای آماده کردن یک آش بسیار با لذت. آش‌های گوناگون رو استعمال کرده بودم ولی آش توکی رو اولین مرتبه استعمال میکنم و چنین لذت من اولین مرتبه احساس میکنم، میچشم. واقعا هم بسیار لذیذ، طبع دل و با مزه. چنانه که بیننده عزیز، زن تاجیک، مادر تاجیک آماده میکنه تمام خوراک‌ها رو بسیار با لذت و امروز آش توکی از جانب مادر مهربانمون خب اپای گوهربانو بسیار لذیذ آمده است. اینجا باشد برنامه نوبتی خون تاجیکستان با آخر میرسد. تا دیدار نوبتی همیشه سالم بمانید، همیشه خوراک‌های لذیذ را استعمال نمایید و همیشه برای رشد هنرهای مردمی خاصتا خوراک‌های ملی تاجیکی سهم خود را گذارید. دوستان عزیز خیر تا بازدید. تشکر زیاد دارید. سلامت باشید. سلامت باشید.